وجود نازنین امام زمان یه صلوات عنایت بفرمایید. محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اما بعد فی کتابه الکریم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. صدق الله العلی العظیم. سلام و درود به روان پاک شهدا. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. یه صلوات عنایت بفرمایید. چون همتون خسته شدین منم دیگه زیاد مصده نمیشم، اما مجلس شهداست. چون خون شهدا و حضور شهدا بدرقه دعای بدرقه راه من و شما هستن و قطعا من و شما را هم در دنیا و آخرت سرافراز می‌گرداند. همکنون هم پرچم گنبد بارگاه سید الشهدا که مجلس و محفل شهدا هست اینجا هست. انشاءالله بعد از دقایقی که در خدمت شما عزیزان هستم انشاءالله این پرچم رو زیارت کنید که امروز در جمع و محفل همه این عزیزانی که اینجا حضور پیدا کردن، خانواده های شهدا، خود شهدا و شما قدرمندان شهدا انشاءالله بهره‌مند شویم. یه صلوات دیگر رو عنایت بفرمایید. از همه عزیزان هم تشکر کردن، ما هم به نوبه خودمون تشکر میکنیم، مخصوصا از علمای اعلام حاضر در جلسه، فعالین، دانشجویان، دغدغه‌مندان و سخنران مجلس، برادر ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ناطقی. اما مطالب ها فراوان گفته شد، من به چند تا از نکته اشاره میکنم. یکی، قرآن ما را به برادری دعوت میکنه. خدا ما را به برادری تشویق میکنه و دعوت میکنه. انما المؤمنون اخوة. مؤمن شدین برادرید. ایمان محور وحدت من و شماست. حالا در هر جایی که هستیم، در هر رنگی هستیم، در هر قبیله هستیم، اما ایمان محور وحدت من و شماه. خدای متعال در قرآن فرموده اگر ایمان داشتین با هم برادرین. بعد بین خودتون صلح و آشتی ایجاد کنید. آیا میفرمایند نگذارین این صلح و آشتی در بین جامعه من و شما نباشند؟ امید است و به قطع و یقین این برادری و اخوتی که ایجاد می شود رحمت الهی شامل حال من و شما می گردد. در روایت دیگری از پیغمبر گرامی اسلام است که حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند وحدت عامل رحمت و تفرقه عامل عذاب الهی است. شهدا، مراسم شهدای امروز که در این محفل برگزار گردیده، از 8 سال دفاع مقدس و مدافعین حرم و ایام سالگرد شهید سید حسن نصرالله
و شهدای سرزمین افغانستان که همه شهدا را گرامی داشتن. شاید اولین یادواره شهدایی هست که این چنین برگزار می شود با این وحدت. این محور وحدته. من به این فکر افتادم که شهدا واقعا خودشون یادوارشون محور وحدته. چرا؟ فعالین دغدغه‌مند را از استان تهران، استان سمنان، استان قم، دانشجویان و اندیشمندان، علما را گرد هم آوردن، خانواده های شهدا را گرد هم آوردن تا این محفل نورانی را برگزار کنند و اون الفت بین دلها، بین همه اقشار جامعه، همه اقوام ایجاد کنند. این محور وحدت و همدلی است. اگر ما یاد شهدا را گرامی بداریم، اگر ما در جای جای و نقاطی یادواره شهدا را بگیریم، قطعاً در دنیا و آخرت سعادتمند میشویم. برادران، من بیشتر در سخنرانی‌هام روی وحدت خیلی تأکید دارم، همونطوری که خدای متعال در قرآن تأکید دارد، پیغمبر تأکید دارد و من هم میخواهم تمام فریاد من برای اینه که ما برادر باشیم، در کنار هم باشیم. سعادت دنیا و آخرت من و شما در گرو همین عمله، در گرو همین عمله. اگر ما میخواهیم افغانستان عزیزمون را دوباره آباد کنیم، ما افغانستانی ها باید در کنار هم تعامل کنیم، برادری بکنیم، همزیستی بکنیم که کشور خودمون را آباد بکنیم. دانشمندان، اندیشمندان، سیاستمداران، دولتمداران همه باید امروز دست به دست هم بدن که افغانستان را نجات بدهد. چقدر مهاجر ما در روی کره زمین داریم؟ چرا؟ هیچ کشور به اندازه کشور افغانستان مهاجر نداره. چرا این همه مهاجر؟ چرا این همه بدبختی؟ چرا مهاجرین ما حقارت بکشن در عالم مهاجرت؟ خب این به خاطر اینه که ما اون ثبات وحدت را ایجاد نکردیم، با هم نبودیم. ما باید به این فکر بیفتیم، به این مسیر حرکت کنیم. اون یاد شهدا ما را به این سمت میبرد و به قطع و یقین هم خواهد برد. برادران، علمای دین هم روی وحدت کار کردن و کار میکنن و فرمایشاتی دارن. من چند تا نمونه عرض کنم. اول، محور وحدت چیه؟ ایمان، قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اخصاً مجلس سید الشهدا علیه السلام که امام حسین علیه السلام سالار شهیدانه. محور وحدت 40 امام حسین عالم را امروز به تکان آورده و اون همه عالم را به وحدت دعوت می کند. همه از نقاط جهان گرد هم میاد در روز 40. این حرم حسین است، این خون سید الشهداست که جهان را بیدار می کند برای اسلام ناب محمدی. و همین مجلس سید الشهدا محور وحدت، انسانیت و آزادی و شرافت است. اما یکی از علما روشن فکر، دانشمند، خدا رحمتش کنه، سید جمال الدین اسدآبادی،
که نماد روشنفکری، نماد وحدت، تمام عمرش را صرف برنامه‌های وحدت کردن که جهان اسلام و مسلمین گرد هم بیاد، با هم وحدت بکند. همین مجالس تقریب مذاهب، همین اجلاس تقریب مذاهب که امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده، این نشأت میگیرد از گفتمان سید جمال الدین اسدآبادی. ایشون میگفت علما باید گفتمان داشته باشد در کنار هم، فرق مذاهب باید در کنار هم دیگر گفتمان داشته باشد، به وحدت بپیوندد. ما چه مشکلی داریم وقتی قرآن یکیه، وقتی قبله ما یکیست، وقتی خدای ما یکیست، ما چرا باید با هم دیگر مشکل داشته باشیم؟ یکی هم امام راحل امام خمینی رحمت الله علیه فرزندانی را در مکتب خودش پرورش دادند، مثل سید حسن نصرالله، وحدتی را بین شیعیان حزب الله به وجود آوردند. مثل حاج قاسم سلیمانی که وحدت بین جبهه مقاومت، فاطمیون، زینبیون، حیدریون، حزب الله و انصار الله، همه اینها را مؤسسش حاج قاسم سلیمانی بود. این در مکتب امام خمینی پرورش پیدا کرد. اینها اون مفکوره وحدت آفرینی را داشتن که به وجود بیارن، اما دشمن از این مفکوره میترسن و اون اختلاف را بین من و شما ایجاد میکند. اما اون کلام اون مکتب امام خمینی که حاج قاسم را پرورش داد، شهید ابو حامد را پرورش داد و شهید ابو مهدی المهندس را پرورش داد و در جبهه مقاومت فلسطین اسماعیل حنیه را پرورش داد و امروز رهبر عظیم الشأن نظام جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری بیانی دارد که بیان بسیار مهم. دشمنان غربی از این بیان ترسیده‌اند، این بلا را به سر من و شما آوردن. اما این بیان را اگر شیعیان، اگر جامعه مسلمین پیاده کند، نسل دشمنان اسلام از روی کره زمین برچیده خواهد شد. این چه پیامی هست؟ مقام معظم رهبری فرمود باید کمربند دفاع، استقلال طلبی و عزت را از افغانستان، از کشور افغانستان تا یمن و از ایران تا غزه و لبنان در همه کشورهای اسلامی محکم ببندید. برادران، اون استقلال و اون عزت طلبی در گرو وحدت، غیر از وحدت نیست. شهدا شهید شدن، 2000 3000 شهید افغانستانی در جنگ 8 سال دفاع مقدس شهید شدن. 7308 نفر از شهدای مدافعین حرم و لشکر فاطمیون و جانبازان شهید شدند. چندین هزار نفر از زمان عبدالرحمن تا کنون شهید شدند در افغانستان و در جای جای نقاط سرزمینمون.
اما خونه‌های اونها میطلبد که ما به اون نقطه عزت طلبی و اون استقلال طلبی بپیوندیم. اون نیاز است، قطعا ما را به اون سمت میرسوند، به اون سمت میبرد اگر ما بخواهیم. برادران، قرآن میفرماید تغییر سرنوشت قوم به دست خودشونه. اگر قوم نخواهد سرنوشت خودشون را تعیین بکند همونطوری میماند. مگر قوم حضرت موسی سرنوشت خودشون را تعیین نکردن به دعا و استغفار؟ ما هم به دعا و استغفار، ما هم به وحدت و به اون چیزی که میخواهیم، به اون عزت طلبی سرنوشت خودمون را تغییر میدیم به یادواره خون شهدا. همینطوری که خون شهدا امروز همه فعالین را در این مسجد مقدس گرد هم آوردن که این یادواره را گرامی بدارن. برادران، نسل‌کشی توسط دشمنان دین در جای جای کشورهای اسلامی امروز در زمانهای مختلف ایجاد خواهد شد و به وجود خواهد آمد. اونا از این وحدت میترسن. پیام رهبری که گفت استقلال طلبی از افغانستان تا یمن، از ایران تا لبنان و غزه و اینها بیاد، میترسن اگر اینها با هم وحدت بکنه اسرائیل نابود است، از بین رفته. برادران، همون وحدت بود در همین جنگ 12 روزه که این شهدای 12 روزه سرداران اسلام و سپاه را از نظام جمهوری اسلامی ایران که گرفتن، نشانه گرفتن مقام معظم رهبری را. اما کشورهای اسلامی اینجا آمدن دفاعی از مقام معظم رهبری کردن. دولت امارت اسلامی آمد اعلام کردن و محکوم کردن هدف گرفتن مقام معظم رهبری را. دولت پاکستان و کشورهای خلیج و همه علما، دانشمندان، مراجع تقلید، دغدغه‌مندان، همه ملت آمدن از مقام معظم رهبری دفاع کردن و این وحدت به وجود آمد. آمریکایی که قصد داشت نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار بدهد سر جای خودش نشست و الا نمیشست. ببینید این وحدت بود، اونو عقب نشینی دشمن. نسل‌کشی یک روز در کشور افغانستان ایجاد می شود توسط عبدالرحمن، یک روز نسل‌کشی در غزه ایجاد می شود، یک روز نسل‌کشی در یمن ایجاد می شود، یک روز نسل‌کشی در کشورهای دیگر اسلامی به وجود میاد. کشورهای اسلامی را همون استعمار پیر انگلیس میخواهد با همون هدف تفرقه بیفکنید، حکومت کنید، تفرقه به وجود بیارین، اونها را برده خودتون بسازید. برادران، امروز این بدبختی را برای به جان کشورهای اسلامی ایجاد کردن. اگر چرا اروپا ثبات داره، پیشرفت داره، علم داره، آسایش داره، همه آرزوی اون کشورها را داره، به خاطر چی؟ به خاطر وحدت دیگه. اتحادیه اروپا شده، کسی حق نداره جلوشو بایستد. اگر وحدت نباشد، امنیت نباشد، نه سوادیه، نه علمیه، نه اقتصادیه، هیچی نیست. عرضمو جنبندی کنم و تمام بکنم که وقت عزیزان را نگیرم. برادران، من واقعا از وجودم میسوزم. امروز عزیزانمون را میبینیم، هر کدومشون مهاجرین عزیز در گوشه و کناری به مشکلاتی گرفتاره. اولا جا داره من از پلیس امنیت
شهرستان پیشوا و فرماندهی ستاد نیروی انتظامی شهرستان پیشوا جناب سرهنگ عربی و جناب سروان شهبازی و مسئولین شهرستان پیشوا، امروز که قرار بود سخنران جلسه ما حاج آقای جعفری ریاست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پیشوا باشد، به خاطری که یه مشکلی براش پیش اومد پیام داد که نتونست در جمع ما حضور پیدا بکند و خصوصاً از امام جمعه محبوب شهرستان پیشوا که در این مدت واقعاً مهاجرین را یاری نمودن در شهرستان پیشوا و عزیزان هم اجازه دادن که چنین یادواره شهدا در این مکان مقدس برگزار گردد. خدا به همشون جزای خیر بدهد. خیلی از وقتها همراه ما بودن و ما این خواسته را داریم که در همه وقتها به داد این مظلوم مهاجرین مظلوم برسند و مهاجرین مظلوم که داد و فریادی را ندارن به داد و فریاد این عزیزان برسند. پناه ما امام زمان است، اهل بیت عصمت و طهارت است. امروز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، اون بیبی دو عالم است و رهبری عزیز باید اون حق پدری خودشون را در حق فرزندان افغانستانی خودشون انجام بدهد، همونطوری که پیام قبل رهبری فرزندان مهاجر را خوشحال کردند که در مدارس بگیرن چه مدرک دارن و چه ندارن، اونها از ثبات از علم از این نعمت بزرگ محروم نشوند. اگر علم نباشد پیشرفتی هم نیست، اگر علم نباشد اون دین و اعتقاد ما هم محکم نمی شود، اگر علم نباشد ما به اون قله وحدت هم نمی رسیم. اون رهبری عزیز این پیشنهاد را دادن، ما میگوییم و میخواهیم همون فرمان پدروارانه خودش را دوباره شامل حال مهاجرین بکنه، بچه های مهاجرین به مدارس برگردن و از مدارس و سوادآموزی محروم نماند.